عزیز دلی برادر، لطفاً خوب گوش کن. زندگی را با دیگران مقایسه نکن. هر راه یکتاست. هر زندگی تجلای از آگاهی پاک است. در عمق قلبت باور کن تو برای بیداری و پاسخ دادن به دعوت قادر مطلق به اینجا آمده ای. حتی اگر سختی های بزرگ در راهت پیدا شوند شکایت نکن، قضاوت نکن و خود را در غم غرق نکن. قوتت را برای اینها تلف نده، برعکس از همین مشکل ها زینه‌پایه‌ای بساز برای بیداری، برای رهایی، برای گذشتن از بندهای ذهنی و وسوسه های ظلمانی. تو حیاتی هستی که آرام آرام و سرچشمه جاویدانش باز می‌گردد. با خیرت بمانید تا بهترین ها را بشنوید.